بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم که گشاینده درهای بسته است. بسم الله الرحمن الرحیم که گشاینده درهای رحمت است. اوست که رحمان است و اوست که رحیم است. اوست که به مصلحت در حصر قرار می دهد و اوست که به لطف آزاد می کند و اوست که می ستاند آنچه را که به بندگان عطا کرده است و جز او نیست و جز او نیست و نیز کسی جز او گشاینده درهای بسته و نیست جز او آگاه از اسرار بندگان. یا رحمان و یا رحیم. توکل می کنیم و توسل می جوییم بر وجود مقدسش و می پوییم راهی را که به ریسمان وصلش دست یازیم و می آییم تا به درگاهش التجا آوریم و عذر گناهان بخواهیم و پیوسته می خوانیمش تا پاسخ بشنویم و گوش فرا می دهیم تا دریابیم پیامش را و ابراز کوچکی می کنیم تا دریابیم مقام قربش را. خداوندا چه بگوییم از خردی خودمان و از عظمت و بزرگواریت. خداوندا در نیافتیم و درک نکردیم جایگاه خود را. غرور و تکبر احاطه‌مان کرد و ما را از عظمتت غافل نمود. خداوندا در نیافتیم که چگونه ثنایت را بگوییم و چگونه ستایش کنیم و چگونه ابراز بندگی نماییم. خداوندا همواره خواستیم هر آنچه را که خود خواستی و نه آنچه را که تو خواستی. تصور کردیم که میدانیم و ندانستیم که هیچ نمیدانیم. خداوندا این چه غروری است در وجود ما که ولی نعمتمون را نمیشناسیم. به نام آرام بخش ترین، آشناترین، مشهورترین، مقدسترین، منورترین، محبوبترین، دلنشینترین، عزیزترین، والاترین و اعلاترین نامها که جاودانه است و فقط برازنده خالقی است که در توانایی و عظمت و جلالش فهم و درک و اندیشه و روان ما مات و متحیرند. نه دوست میتواند توصیفش نماید و نه دشمن میتواند انکارش کند. به نامی که همه زیبایی ها را همراه دارد، به نامی که همه زیبایی ها را همراه دارد، به نامی که سازنده جهان هستی به آن نامیده می شود.
سازنده جهان هستی به آن نامیده می شود و هیچ کس لایق این نام نبوده، نیست و نخواهد بود. به نامی که چون به آن می اندیشم هستی در یاد می آید، چون می شنوم نشاط می گیرم، چون می خوانم مشتاق می گردم و چون انس گیرم آزاد می گردم و آرام می گیرم. به نامی که تسبیح کنندگان تسبیحش گویند، ذاکران برخوانندش، عابدان حمدش گویند، عارفان گردش گردند و عاشقان جمعش شوند، مستش گردند، مدهوش با وصلش گردند. پروردگارا بریده با دستم که به سوی تو بر نمی دارم، پروردگارا بریده با دستم که به سوی تو بر نمی دارم و تو را آنسان که باید نمی خوانم و از تو استجابت دعایم را نمی طلبم و نعمتهای افزون تو را تمنا نمی کنم. و فردا که در این خاک خفتم روز حسرت و ندامت من خواهد بود و هرگز دیگر نتوانم که اجابت تو را به دست بیاورم و آن زمان است که بر امروزم حسرت میخورم و دستم کوتاه است. پروردگارا بر من ببخشای گناهم را که بسیار قصور کردم و دست دعا به سویت دراز ننمودم و تو را آنچنان که شایسته ای نیایش نکردم. تو به من نعمت عطا نمودی و من شکر آن به جا نیاوردم. پروردگارا بر من ببخشای گناهم را که بسیار غافل بودم و زرق و برق دنیوی مرا غافل کرد و آنچه که خواستم همه برای زندگی دنیایم بود. من بسیار جاهل بودم و آنچنان که می توانستم به سوی تو نیامدم و تو را فراموش کردم. پروردگارا اگر مرا نبخشایی در روز قیامت چه کنم که روسیاهم؟ به کجا روی آورم که به جز تو فریاد رسی نیست؟ پروردگارا میدانم که غفلت از من است و بزرگواری از تو. تو بزرگواری بنمای و غفلتم را بر من ببخشای و توفیقم عنایت بفرما که تو را آنچنان که شایسته توست بخوانم و آنچنان که شایسته خداوندیت است عبادت کنم. تو را ز دست اجل کی فرار خواهد بود؟ تو را ز دست اجل کی فرار خواهد بود؟ فرارگاه تو دارالقرار خواهد بود. اگر تو ملک جهان را به دست آوردی مباش غره که ناپایدار خواهد بود. به مال غره چه باشی
که یک دو روزی بعد همه نصیبه میراث خوار خواهد بود. تو را به تخته و تابوت درکشند از تخت، گرت خزانه و لشکر هزار خواهد بود. تو را به کنج لحد سالها بباید خفت، تن تو طعمه هر مور و مار خواهد بود. اگر تو در چمن روزگار همچو گلی، اگر تو در چمن روزگار همچو گلی، دمیده بر سر خاک تو خار خواهد بود. رفتی سر مزار قبرها رو دیدی؟ از گوشش خار در اومده؟ اینا گل بودندا، گلهای زندگی خانواده هایی بودن. نیازمندی یاران نداردت سودی، مگر عمل که تو را باز یار خواهد بود. بسا سوار که آنجا پیاده خواهد شد، بسا پیاده که آنجا سوار خواهد بود. خیلی میزا عوض میشه. اینا که پشت این میزا وامیستادندا، کسی تحویلشون نمیگرفت، اونجا میرن او طرف میز، اون آقایی که پشت میز نشسته بودش میارنش، میگه حالا وایس، حالا وایس، حقوق بیت المال رو گرفتی، منو علاف کردی، به من نرسیدی، به درد من توجه نکردی، پارتی بازی کردی، آقای قاضی، آقای فلانی، حق منو به من ندادی، وایس اینجا. بسا سوار که اونجا پیاده خواهد شد، بسا پیاده که اونجا سوار خواهد بود. بسا امیر که آنجا اسیر خواهد شد، بسا اسیر که فرمانگزار خواهد بود. بسا امام ریایی و پیشوای بزرگ که روز حشر و جزا شرمسار خواهد بود. چرا ز حال قیامت دمی نیندیشی، چرا ز حال قیامت دمی نیندیشی، که حال بیخبران سخت زار خواهد بود. بهشت می طلبی از گنه نپرهیزی، بهشت منزل پرهیز کار خواهد بود. گذر ز باطل و مردانه حق پرستی کن، بیا دست ورد و بسه. فکر کردی که بازیچه است این همه نظم و انضباط و نعمت و حرکت‌های موزون ستارگان و خورشید و ماه و انجم باطل است؟ فکر کردی خداوند خواسته بازی را بیندازه؟ روح خودش رو در وجود تو گذاشته که به هر بیراهه و به هر خرابه‌ای که خواستی سر بزنی و خرابش کنی و خیانت در امانت کنی. به خودم دارم میگم، به نفسم دارم میگم. گذر ز باطل و مردانه حق پرستی کن، ز حق پرستی بهتر چه کار خواهد بود. بساز چاره رفتن که رهروان رفتند، که سعدی از تو سخن یادگار خواهد ماند. اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ، اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ، به تخت ار پادشاهی عاقبت هیچ. گرت ملک سلیمان در نگینه است، در آخر خار راهی عاقبت هیچ. گرت ملک سلیمان در نگینه است، در آخر خار راهی عاقبت هیچ.